اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا الحمدلله 25 آیت از آیات‌های سوره بقره تفسیر شد. امروز ان شاء الله به تفسیر آیات‌های 26 و 27 خواهیم پرداخت. شاید تفسیر این دو آیات دو سه جلسه را در بر گیرد، چون نکاتی را در بر دارد که نیاز به توضیح دارد آنها. حالا ابتدا آیت را بخوانم و همچنانی که پیشتر هم عادت داشتیم یک ترجمه تحت اللفظی بکنم اول، سپس به تفسیرش خواهم پرداخت. خدا می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. می‌فرماید خداوند حیا ندارد از این که مثل بزند برای شما پشه را یا چیزی بالاتر از پشه را. همه موجودات خدایند. خدا یک وقت می‌بیاد برای ما پشه را ضرب المثل میزند و یک وقت است از شتور سخن میگوید. یعنی پیش خدا تفاوتی ندارند این موجودات. فاما الذین آمنوا، یعنی هر کجا که خدا مسئله زد، کسانی که ایمان آورده اند میدانند که انه الحق من ربهم، که میدانند که این از جانب پروردگار حق است. مثل چی در رابطه با یک پشه باشد یا چیزی دیگر، تفاوتی ندارد. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اما کسانی که کافر شدند آنها خواهند گفت که خداوند با این مثل زدن چه چیزی را اراده کرده است، چه خواسته است. ادامه اش سخن پروردگار است که می فرماید خداوند بسیاری ها را به واسطه این مثل زدنهایش گمراه می کند و یهدی به کثیرا، و همچنین زیاد از مردمان را گمراه می کند به واسطه اینها. و ما یضل به الا الفاسقین، و خدا البته بدانید که گمراه نمی کند مگر فاسقان را. خدا همه را گمراه نمی کند الا اینکه طرف خودش فاسق باشد، یعنی خودش کارهای انجام داده که فسقند، فجورند. این عنوان فاسق برای اون نامیده، یعنی برای اون چسبیده. سپس خدا او را گمراه کرده است. یعنی اول خودش سبب شده فاسق شده با کارهای بدش، سپس خداوند او را گمراه میکند. حالا ادامه اش صفات فاسقین است. حالا این فاسقین چه کسانی هستند؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسقان همان کسانی هستند که پیمان خداوند را، عهد و پیمان خداوند را بعد از بسته شدنش میشکنند. عهد شکنان یعنی پیمان شکنان. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، چیزهایی که خدا فرموده
که باید وصل بشوند اینها میبرند. توجه هستید؟ خداوند گفته این باید وصل بشود، اینها میبرند، قطع میکنند. مثلا در صله رحم خداوند میگه مثلا خویشاوندان با هم پیوند داشته باشند، صله رحم داشته باشند. فاسقان میبیان اینها را میبرند، قطع میکنند. و یفسدون فی الارض، یکی دیگر از صفات فاسقین این است که آنها در روی زمین به فساد میپردازند، فسادکاری میکنند در روی زمین. اولئک هم الخاسرون، به تأکید فاسقان زیانکارند، اینها زیانکارند. اینجا با تأکید خدا میفرماید. دو ابزار تأکید آورده شده است، یکی اولئک، یکی هم. اولئک هم الخاسرون، اینها هستند که ضرر کننده، زیان کرده هستند، زیان دیده هستند. معنای آیات خوب روشن است، نیاز به خیلی توضیح ندارد، اما چند نکته هست در این آیت متعرض شده که نیاز به توضیح دارد. نکته اول این که خداوند میگوید که این خداست که عرضم حضورتان مردم را گمراه میکند یا هدایت میکند. یعنی اگر کسی هدایت یافته است، خدا او را هدایت کرده است. اگر کسی گمراه شده است، خدا او را گمراه کرده است. خب با این حساب این سوال خودنمایی میکند، این پرسش خودنمایی میکند، مطرح میشود که اگر خداوند باشد که انسان را گمراه کرده یا هدایت کرده، پس چه معنا دارد که هدایت شده ها در روز قیامت وارد بهشت شوند اما گمراهان وارد جهنم؟ خدا خودش میگه پاداشی نیکوکاران خب کسانی که هدایت یافتند یعنی بهشت است، اما جزای بدکاران، فاسقان، گمراهان دوزخ است. خب اگر خدا خودش هدایت شده را هدایت کرده است و گمراه شده را خودش گمراه کرده است، یعنی یک نوع جبر است، دست خودی او نیست که. پس چرا این بنده خدا را خداوند وارد جهنم میکند این گمراه را؟ اگر میگوید خودم گمراه میکنم تو. همچنین هدایت شده هم اگر به دست خدا باشد، خب به چه دلیل او را وارد بهشت میکند؟ این یک سوال. در مقام جواب ما چی در قرآن و چی در روایات اگر دقت کنیم، پاسخ این گونه پرسش ها خیلی روشن است. دو نوع پاسخ دادن ممکن است برای یک چنین اشکالات. پاسخ اول پاسخ خیلی ساده است که قبلا هم ما در جلسات پیشین گفته بودیم، اما پاسخ دوم یک کمی باید با دقت بیشتر گوش داد، یعنی سنگین تر است. پاسخی ساده این است که اولا خدا در اینجا در مورد هدایت مردم گفته است یهدی بهی کثیرا، اما در مورد خب گفته است که خداوند هدایت میکنه، خیلی خوب، اما در مورد کسانی که گمراه میکند خدا میگوید که و ما یضل به الا الفاسقین، خداوند همه را گمراه نمیکند مگر فاسق باشند. اگر در جلسه های قبل یادتان باشد ما گفته بودیم که ما دو نوع هدایت و گمراهی داریم. فطری، اولش فطری است، بعد به واسطه عارضه یعنی یا قرآن هدایت می شود یا اون وقت خدا سبب می شود که گمراه شود. چه خیل گفته بودیم که یک انسان اگر با فطرتش گذاشته شود، فطرت او به راه راست خواهد رفت.
خب یعنی خدا او را چنین آفریده است، سرشته است. و کسانی که از اول قطع نظر از قرآن و دین و اینا با اون هدایت درونی راه بیابند و اون ندای درونی گوش بدهند و راه راست را انتخاب کنند، خب اینا را قرآن هم بعد باز دست اینها را میگیرد. گفته بودیم درباره این مفصل بحث کرده بودیم در ابتدای تفسیر سوره بقره. اما کسانی که نه، از ابتدا گوش و ندای فطرت ندادند، منحرف شدند، یعنی فاسق شدند، خب اینها هست که خداوند گمراه میکند. یعنی از اول اینا خودشون سبب شدند که فاسق شوند. توجه هستید؟ سپس خب خداوند کسانی که فاسق شده اند و بر پیشی جلوی چشمانشون پرده قرار داده شد به سبب فسقشان و فجورشان، خب قطعا قرآن برای اینا مایه هدایت نیست. وقتی که مایه هدایت نبود، قرآن و سخن پیامبر و خب مواعظ دینی، خب این خودش یک نوع گمراهی است. این که میگه و ما یضل به الا الفاسقین، خدا گمراه نمیگوید مگر فاسقان را، به همین معناست. این یک پاسخ خیلی ساده است و البته درست است، اما این پاسخ کافی نیست برای ژرف نگران، برای کسانی که کمی با دقت بیشتر به مسائل نگاه میکنند. این پاسخی کافی نیست. پاسخ کافی، این پاسخ دوم است که در این چند جلسه خدمت دوستان و عزیزان عرض خواهم کرد. ببینید، ما در مورد این مسئله مربوط است به مسئله قضا و قدر الهی. شنیده اید که گفتند خب همه چیز در این دنیا بر اساس قضا و قدر الهی جریان پیدا می کند. همه چیز. اگر یک نفر تصادف کند مرد، خب میگن خب این به خواست خداست، خدا چنین خواسته است. اگر یک نفر آدمی بد شده است، میگن خدا خودش چنین ساخته است. اگر خدا نخواسته بود که این نمیشد. اگر یک انسان کاری خوب کند، میگن خب خدا خواسته است. اگر خدا نخواست که کاری خوب نمیکرد. یعنی هر چی در این گیت اتفاق میافتد بر اساس قضا و قدر الهی است. این یک اصل است در اسلام و از اول مطرح بود و بعضی از مکاتب کلامی اعتقادی دیدگاه‌های مختلف ابراز کردن در این زمینه. حالا عرض خواهم کرد. خب وقتی ما میگوییم همه چیز بر اساس قضا و قدر الهی جریان پیدا میکند، اون سوالی که در ابتدای جلسه عرض کردم قطعا خب اینا مطرحند، اینا پاسخ میخواهند. یعنی چی آخه همه چیز به قضا؟ یعنی اصلا تفسیری درست از قضا و قدر الهی چیست؟ چون در این زمینه برداشت های نادرست ما داریم. همین الانش هم بین مسلمان ها بعضی از برداشت ها هست. بعضی ها هستند گناهشان را بر اساس قضا و قدر توجیه میکنند. یک پادشاه آدم بد، ستمگر، ظالم، خب ظلم میکند، ستم میکند، بعد کسی اگر اعتراض کند میگویند خب میگه چرا تو اعتراض میکنی؟ اگر خدا نمیخواست که من پادشاه نمیشدم، خدا خواسته است که من پادشاه شوم، پس تو باید در برابری خب مشیت الهی، اراده الهی باید سر تعظیم کنی.